اما وقتی که شما بیاید در بین یک جامعه بخواید اختشاش ایجاد بکنید و به خاطر یک رفالیدین و آمین به جر بخواید فتنه بندازید در بین مردم، و اینو من قبلا حدود 8-9 سال قبلا در یک برنامه آنوسکه گفتم، اون سلفی که میرود در یک مسجدی که اکثریت حنفی هستند در اونجا با صدای بلند آمین میگوید، بعد از امام رفع یدین میکند، دست روی سینه‌اش میگیرد، یک احمق است، یک انسان بیشعور است. با صدای بلند آمین میگوید، بعد از امام رفع یدین میکند، دست روی سینه‌اش میگیرد، یک احمق است، یک انسان بیشعور است. طرف از دانشگاه اسلامی فارغ میشه یا از مدرسه سلفیه کراچی فارغ میشه، فتافت وارد افغانستان میشه، اول میره در مسجد، امام میگه ولا ضالین، این از اون پشت سر آمین. زهرمار، تو از این که الان میخوای نشان بدی که بله تو یک راه و روش جداگانه داری، یک مذهب جداگانه داری. آمین. زهرمار، تو از این که الان میخوای نشان بدی که بله تو یک راه و روش جداگانه داری، یک مذهب جداگانه داری. من میگویم که در جایی که آمین به جر و رفع الیدین سبب فتنه و فساد بین مسلمانان شود نکنید. آمین به جر و رفع الیدین سبب فتنه و فساد بین مسلمانان شود نکنید. آیا سنت رسول الله سبب تفرقه میشه؟ این تفرقه در اینجا میشه در حرم که میلیون ها و میلیارد ها مردم پشت یک امام نماز میخوانه، اونجا تفرقه و نفاق نیست. اما در مسجد تو نفاق و تفرقه است. عامل اصلی نفاق و تفرقه تو بدبخت هستی که مردم آگاه نکردی، مردم معلومات برش ندادی. به مردم همین حدیث یک روز بخوان، اگر دیگه مخالفت کسی را کرد من دست خود قطع میکنم. جوانا پیشم آمده بود، برام گفت مولوی صاحب رفع الیدین چیست؟ ما گفتم سنت. گفت اختلاف چیست؟ ما گفتم حرام. گفت صحیح که به خاطر سنت حرام مرتکب میشه. ما گفتم خیلی خوب، سوالیتان جواب دادم؟ گفت بله. ما گفتم حالی یک سوالم از شما میکنم، شما جنابان برای ما جواب بده. حالی از شما سوال میکنم، فتوا از شما میگیرم که حرام از بین ببریم یا سنت از بین ببریم. بیچاره مشوش شدن، حیران ماندن که حالی چی بگیم. اگر بگیم که سنت از بین ببر خود کفر است، نعوذ بالله. سنت از بین ببریم اختلاف باشه، حرام باشه. مجبور شدن دان خود یک طوری ترکت. من گفتم نه، جواب بگوی جوانا، شما آمده برای از اینکه سر من انتقاد داره. بعد از خط به ترجمه قرآن کریم بود. مجبور شدن گفتن حرام از بین ببریم. من گفتم شما جوانا آمده مرا میگه که سنت از بین ببر. پیغمبر چی مولوی صاحب، این پیغمبر اسلام که رفع الیدین کرده، خیر اسیر بگذار به خاطر که اختلاف پیدا نشه. گفت خود زمین رفع الیدین اختلاف پیدا میشه. من گفتم خیلی خوب، اختلاف چرا پیدا میشه؟ از تو سوال دارم. گفت به خاطری که مردم نمیفهمه. من گفتم چقدر خوب جنابی محترم جوان، تو در پیش ما آمدی مرا میگی برو امو مولایی که به مردم بیان نکرده، وضاحت نداده، او را بگو که به مردم بفهمانه که مردم در اختلاف واقع نشه. بیا من گفتم در مسجد ما که اختلاف وجود داره یا نه، 2 ثلث مسجد ما حنفی میآیه، کسایی که به مذهب حنفی است، لیکن اونجا اختلاف است. کس ثبت میگه اختلاف در مسجد توست، از دستی مولایت است. برو مولا را بفهمن. عذر خود بیان کردن، گفت مولوی صاحب بالکل ما ملامت هستیم، ما حالی درک کردیم، ما را کسی روان کرده بود، حالی دقیق فهمیدیم که کی دشمن دین است و کی واقعا دین احیا و زنده میکنه. عزیزای گرامی، امروز همین قسم است. علمای یهود و نصارا ادیان خود از بین بردن به خاطر که حقایق پوشاندن. دوم چیز که بسیار عامل برجسته برای ازوا بود، ایجاد بدعت ها شد. به نام دین در بین مردم کارهای رواج شد که مردم او را دین گفته انجام دادن، حالان که او هیچ اصل از دین نداشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. در یک روایت می لدخلتموه. شما طریقه ها و روش های اهل کتاب یهود و نصارا را، چرا که در آخر حدیث صحابه پرسان میکنه قال یا رسول الله الیهود و النصارا، مراد تو مقصد تو است که از مردمای سابق روشایش شما هم تابعداری میکنی یهود و نصاراست؟ پیغمبر علیه السلام میگه فمن، دیگه کی است؟ خو اهل کتاب مسته، مردم ها مسته، دعوت های به نام دین اموا میده، شما هم راه های روشای ازواره بلست به بلست تا پیروی میکنی، گز به گز، متر به متر پیروی میکنه. تا این اندازه اگر در یک غاری سمسره داخل شده باشن شما هم داخل میشه. منظوری رسول الله است که هیچ چیزی نیست که وا کرده باشه و در امت میتونه مردم پیدا نشه که کارا نکنه.
امو کار نکنه. بزرگترین کاری از وقت کتمان حق بود، علمای ما امروز کتمان حق میکنه. مشکات شریف حدیث در شروع میشه، زمانی که حدیث میایه که مخالف مذهب است او حدیث نمیخونه، ده حدیث دیگه میره. اگر بخونه چی میگه؟ این حدیث مخالف مذهب ماست، تایید مذهب ما در حدیثایی که در دیگه کتاب است، در دارقطنی آمده، بیهقی آمده، تو بیارم در کجا هست که آمده خامور اینجا ارائه کو؟ مردم چرا فریب میدی؟ حقیقت چرا میپوشانی؟ این است که سبب جهالت مردم میشه و مردم در راه های غلط میروه.